سلام دوستان، به کانال ترکیشلند خوش اومدید. جلسه قبل درباره حروف الفبای ترک استانبولی حرف زدیم و یکی دوتا از حروفاتی که خیلی مهم بودن رو گفتیم. امروز هم میخوایم درباره گرامر زبان ترکی یاد بگیریم. این جلسه درباره حروف صدادار و بی صداست و جمع بستن کلماته. برای اینکه کلمات رو جمع ببندیم باید حروف صدادار و بی صدا رو یاد بگیریم. ما تو زبان ترک استانبولی 29 تا حرف داریم که از این 29 تا 8 تا حروف صدادار هستش و 21 تاش حروف بی صدا هستش. تو زبان ترک استانبولی به حرف صدادار ünlü میگیم. ünlü یعنی صدادار و به حرف بی صدا ünsüz میگیم. بی صدا. حروفاتی که صدادار هستند: آ، ا، ı، ای، او، ö، او و ü که همه این حروفات رو جلسه پیش یاد گرفتیم و اینا 8 تاست. پس گفتیم اینا 8 تا و ما بگی همه حروفات که 21 تان اینا همشون بی صدا هستن، مثل ب، ج، چ، د و غیره. حالا ما با ünsüzا کاری نداریم. برای اینکه ما کلمات رو جمع ببندیم باید به حروف صدادار دقت کنیم. حالا حروف صدادار خودش به دو دسته تقسیم میشه: kalın و ince. kalın یعنی کلفت، ضخیم. ince یعنی نازک. حالا kalın از بین این 8 تا حروف 4 تاش kalın هستند، 4 تاش ince هستند. 4 تا که kalın هستند آ، ı، o و u. اینا kalın هستند. این 4 تا kalın هستند و ای، ö و ü. این 4 تا هم ince هستند. قشنگ این دوتا رو باید یاد بگیریم تا که بتونیم کلمات رو جمع ببندیم. پسوند جمع تو زبان ترک استانبولی لار و لر هستش. لار و لر. همونطور که میبینید این آ از دسته kalın ها هستش. این هم که ا از دسته ince هستش. پس از اینجا میگیم که اون کلماتی که آخرین حرف صدادارشون kalın هست از لار استفاده میکنیم براش. kalın. و اون کلماتی که آخرین حرف صدادارشون ince هست یعنی از بین ایناست از ince استفاده میکنیم، یعنی از لری استفاده میکنیم که اینم ince هستش. ince با ince، kalın با kalın. مثلا یه دونه مثال بزنیم. مثلا جلسه قبل هاریتا رو مثال زده بودیم. هاریتا یعنی نقشه. الان میایم به آخرین حرف صدادارش نگاه میکنیم. آخرین حرف صدادارش آ هستش. آ از دسته میبینیم که kalın ها هستش. پس ما هم از لار استفاده میکنیم. پس میشه هاریتالار. هاریتالار یعنی نقشه ها. یه مثالم برای اینجا بزنیم. مثلا ملک. اینم جلسه پیش گفتیم. ملک یعنی فرشته.
باز میایم اینجا به آخرین حرف صدادارش نگاه میکنیم. آخرین حرف صدادارش ا هستش. ا از دسته اینجا هست. پس میایم از اینجا استفاده میکنیم. پس اینم میشه ملک لر. ملک لر. یه چند تا مثال دیگه اینجا بنویسیم ببینیم چطوری جمع بسته میشن. سناف یعنی امتحان. گece şoför çocuk. ببینیم که این 4 تا کلمه چطوری جمع بسته میشن. باز میام دوباره به آخرین حرف صدادارش رو نگاه میکنیم که این آخرین حرف صدادارش آ هست. آ از دسته kalın. پس میایم از kalın استفاده میکنیم. یعنی لار. sınavlar. امتحان ها. حالا اینو ببینیم. این آخرین حرف صدادارش چیه؟ ا. از کدوم دسته است؟ اینجا. پس میاییم از اینجا استفاده میکنیم یعنی لر. geceler یعنی شبها. هر کلمه بعدیمون شفر هست. شفر یعنی راننده. آخرین حرف صدادار ا هستش. ا از کدوم دسته است؟ ا از دسته اینجا. پس میایم از لر استفاده میکنیم. شفر لر یعنی راننده ها. باز این آخرین حرف صدادارش او هست. او از دسته kalın ها هست. پس میایم از kalın استفاده میکنیم میشه لار. çocuklar یعنی بچه ها. پس ما تا اینجا اینو یاد گرفتیم که حروف صدادار به 2 دسته تقسیم میشه. kalın و اینجا. kalın این 4 تا حرف است و اینجا این 4 تا حرف. پس برای کلماتی که آخرین حرف صدادارشون kalın هست از لار استفاده میکنیم که آ خودش kalınه. و برای کلماتی که آخرین حرف صدادارشون اینجا هست از لر استفاده میکنیم که لر اینجا ا خودش اینجا هستش. این از اینجا. ولی یه چند تا استثناء داریم که اینجوری جمع بسته نمیشن. اونم کلماتی هستن که از زبان دیگه گرفته شدند. مثلا ساعت. ساعت یعنی ساعت. الکل یعنی الکل. سمبل یعنی سمبل. حرف یعنی حرف. قلب یعنی قلب. اینجا همینطور که میبینید اینا همشون آخرین حرف صدادارش اینجا آ، اینجا او، اینجا هم باز او، اینجا آ و اینجا آ. همینطور که میبینین آخرین حرف صدادارشون kalın هست. پس ما باید از kalın استفاده کنیم یعنی لار. یعنی ما باید از لار استفاده کنیم. ولی چون اینا استثنا هستن و از کلمات و از زبان دیگه گرفته شدند از لار استفاده نمی کنیم. از لر استفاده می کنیم. لر 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 لر. saatler, alkoller, semboller, harfler ve kalpler. پس اینا هم استثناء هستن. به اینم دقت کنیم. خب امروز درباره حروف صدادار و بی صدا حرف زدیم و اینکه چطوری کلمات رو جمع ببندیم و یه چند تا هم استثناء گفتیم که به اونم باید دقت کنیم. امیدوارم که از جلسه امروز خوشتون اومده باشه و لذت برده باشین. تا جلسات بعدی خدا نگهدار.